جانان 55 ساله مالک این باغ خبر نبود که حاصلات انارش به چنین سرنوشت گرفتار می شود. جانان و دیگر باغداران کندهار می گویند که کیفیت حاصلات انار 600 باغ به علت امراض نباتی و سرما در ولسوالی ارغنداب کندهار پایین آمده است. این فصل دوم و سوم است که تمام انارها را مگس میزند و این رنگ خاکستری هم نمایانگر گونه دیگری از امراض نباتی است که بالاخره انار میکفد. تمام حاصلات انار ما این مشکل را دارد. ببینید این انار را که مرض گرفته است در بازار فروش ندارد و حتی ارزان هم فروخته نمی شود. مسئولان ریاست زراعت و مالداری کندهار میگویند با وجود این مرض حاصلات انار کندهار در مقایسه با سالهای گذشته 20 چند افزایش یافته است. موضوعی که برای دهقانان ما مشکل ایجاد می کند امراض برخواسته از مگس ها است. ما برای حل این موضوع یک کمپاین را برای انداختیم و تقریبا 150,000 خریطه برای دهقانان توزیع کرده ایم. ما تلک های مخصوص نیز توزیع کرده ایم و همچنان آگاهی دهی کرده ایم. اما با آن هم این کافی نیست و ما نمی توانیم به تمام دهقانان رسیدگی کنیم. هرچند انار کندهار شهرت جهانی دارد، اما باغداران شکایت دارند که برای حاصلات انار بازار درست نیست و نیز برای نگهداری انارها باید سردخانه‌های ساخته شود.